سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. بابا ملا چه خیر سوز رحمت. ما در عربستان سعودی مرد سوال گفتم برایم نماز خونی. بفرمایید. اینا مثلا ما در تاجیکستان نماز خوندگیم و خیلی اینجا میگیم خیلی آموخته نیستیم. امیر گفتن نمیتونیم یا آمین میگن نمیتونیم گفته گناه نیست یا که بگیم ما رنگ همیو. نه شما میتونید اما چه خیلی که پیش میگفتید آمین پس میگوید همین خیلی یا آمین میگن که ما آموخته نیستیم نمیتونیم چیزی که آموخته نباشی نمیتونی گفت. خیلی چه خیلی که پیش میگفتید همین خیلی گفتن گرید. برای ما خواب میکنم آدم دیگه هم آمین میگه خیلی میگم. در جای ما هم خواب نمیکنن. در مذهب حنفی آمین هست فقط با آواز پس میگم. برای من یک گناه بگناه نباشه بعد چی نه یو 8 رکعت 9 رکعت میخونن ویتری واجب یا رکعت یا آخر امد راگوم زدم 13 رکعت خونده سودیان کو 13 رکعت 10 رکعت تراویح خونده سودیان 3 رکعت ویتر 3 رکعت ویتر اول 2 رکعت میخونن بعد با 1 رکعت میخونن 3 رکعت میشه 13 رکعت خیلی چختر باقی امین میکنه در مکه هست یا در مدینه در ریاض خودش پایتخت ده ریاض ریاض شاید 8 رکعت خوند بعضی مسجدهای میده شما مکه ریاض شو میکنید ما جا کار میکنم کار اومدم تمام هم قطار امام خواندن گیرید اگر خانه آمدید بخواهید که اضافه در خوانید با خواندن گیرید بعد مثال جابو هستن در چند نمود ملت یادم امی رنگ سنی بگی میشه و بو عقیق میستن ویتر واجب خچون میخونن امام ویتر میخواند نه خیلی باز کنم اون آخری شکو خیلی تاکی دست میوادرن اون میگن امو باز کنم ویتر واجب بعضی برادرایی که در مذهب حنفی هستند مردم افغانستان پاکستان بعضی ویتر الهیده میخوانند این نادرست است در قفای حنبلی نماز خواندن در قفای شافعی نماز خواندن همش اینها مذهبای درست است اینا همش اهل سنت مثلا بخچون از سر میخونن من راگوم زدم چی باشه چخیل باشه بعد پرسیدم جماعت نمیکنه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلام وقتی که نماز خواندن 2 نفر صحابه ها رو دیدن که در یک کنج مسجد نشسته است نماز نمیخواند گفتن که چی شد برای شما چی شما رو منع کرد که نماز نخواندید همراهی مردم گفتن که یا رسول الله ما نماز ما در نزد شترها ما خوانده بودیم مسافر بودیم وقتی که مسجد آمدیم نماز عصر بود ما فکر کردیم که اهل مسجد نماز خوانده شده است بنابراین ما آمدیم نشستیم ما آمدیم که شما نماز گذاشتید که ما عصر خوانده بودیم برای این نخواندیم بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر یکی شما در خانهش یا در پیش شتر و اسبش نماز خوانده باشد و وقتی که مسجد که آمد مردم حالی نخواندیان جماعت یا خوانده است همراهی مردم خواند و نگوید که من خواندم این براش نافله میشد گفتن مقصد این گپ چی است مقصد این گپ این که وقتی که وارد مسجد شدید مردم باید به 2 تقسیم نشود یک قسمش نشسته است یک قسمش نماز خوانده است این وحدت مسلمان ها هست مسلمان ها باید یعنی که در معیده ترین کارها اختلاف نباشد همه باید همراهی امام نماز خواند بنابراین گفتن که وقتی که در آمدید که امام نماز خوانده ایستاده است حتی در رکوع باشدم در سجده باشدم منتظر نشید که از سجده خیزد بعد اقتدا میکنم نه اقتدا کرده به سجده رفتن گیرید شاید یه سجده سبب میشد که شما به سبب یه سجده الهی به جنت درآیید برای نه نمازهای 5 وقته هم برم میخونم یا فرض میخونم تمام بران میروم برآمده رفت مقصد باید در خانهش خواند سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضیش در مسجد میخوندن بعضیش در خانه میخوندن گفتن در خانه هاتون هم سنت خوانیدون تا اینکه خانه از رحمت الله تعالی دور نشود در خانه هم نماز شود 5 وقت نماز همشه اگر با سنتاش در مسجد خوانید کودکتون کی میبیند که پدرش نماز خوانده ایستاده است شما وظیفه دار هستید که نمازهای فرض در جماعت خوانید اگر سنت هم در جماعت خوانید
شما را کی میبیند فرزندتان نبیره هاتان کی میبیند که پدرش نماز میخواند؟ بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه هاتون هم نماز خوانید گفتن. و یک فایده های دیگر دارد، یعنی زن و فرزندا میبیند که شما نماز میخوانید برکه به خانواده میشد. فرض کو ممکن نه در خانه خواندن، اقلا سنت باید خوانید، اما خست و رفت و سنت نه در خانه خواند نه در کوچه خواند، البته برای خودش است، یعنی که از فضل عظیم خودش محروم کرده است. شما نکنید. نه ما چند دیدم نه در خونه نامچید چند شدید میشناسم قشو رفت اومد نه در خونه میخواد نه در مچید دیگر نمیپسند. شما خوانید. شما من میخوانم پس همین یا نمیپرسن چی که رازبور که نمیکنه که من هیچ شو نمیگم. کسی که اگر 12 رکعت سنت ها رو بردوام خواند الله تعالی برایش قصر میدهد از جنت. 12 رکعت اگر 12 دقیقه وقت میرد، این 12 رکعت سنتی شبانه روزی به، یعنی یه روز به 12 دقیقه وقت صرف میکنید، بالاخره مکافاتتون جنت است. در جنت یک از میان جنت یک قصر است برایتون. بله یک ما میخونیم مردم هم یک گشته هستم اینم سال نماز جمعه دمیم در فرض میخوان میروم. خیلی شاید کاردار از سنت در جای کار خواندن میشد. و تبعوه لعلکم تهتدون. الله تعالی میگه که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنید، یعنی سنت های هم خوانید تا اینکه هدایت یابید. و شرط نه که در مسجد خوانید. مثلا کارخانه وقتی تنگ میتید فقط عبید به برآمدن به وقت میتید، مثلا بیاید فرض خوانید و روید در با همون مابین کاراده سنت ها رو بعد همونجا خوانده دهید اگر تنگ باشد. اگر وقتی وسیع داشته باشه خوانید. بابا ملو امی عربی در کدام مذهب یا مذهب گفتنی گپ است؟ کی در کدام مذهب است؟ عربستان سعودی. عربستان سعودی پیشتر در زمان عثمانی ها در مذهب امام ابو حنیفه بود، بعد از آن اکنون مکه و مدینه علی الخصوص، بعد از آن به مذهب احمد گذشت، بعد از آن 4 مذهب عمل میکرد، یعنی که هر 4 مذهب هست در آنجا و این وابسته به اجتهاد هر یک عالم است. بعضی عالم ها طبق مذهب حنفی در یک مسئله فتوا میتید، در یکی دیگرش در مذهب مالکی، در یکی دیگرش در مذهب احمد. اساسا اونها حنبلی هستند، یعنی در مذهب حنبلی به وای میرسند. خیلی که ما در تاجیکستان از ابتدا طالب علم مثلا در مذهب حنفی علم گرفته میبرد، اونا در مذهب حنبلی اول یعنی که به وای میرسند. علال خصوص مردمی ریاضی که شما در آنجا زندگی دارد. اما در مکه و مدینه عالم های گوناگون هستند. بعضی عالم هایی که اصلی بلادشان مالکی هست، از افریقا از شنقیط آمدگی ها هستند، اونا غالبا اصلا مذهبشان مالکی هست و هندوهای و پاکستانی ها اصلی مذهبشان حنفی هست، افغان ها و وابسته مردمی آمیخته هست اونجا. بنابراین 4 مذهب همش عمل میکنه در اونجا. این 4 مذهب همه حق هست، یگان تی اینای تحقیر کرده نمیشه. اینا همه عالمای حق بودن. الله تعالی از همه امام های اهل سنت و الجماعت، از امام ابو حنیفه، از شاگردانشان امام مالک، امام شافعی، امام احمد، از تمام علمای اسلام راضی باشه. بله. با نه نماز جمعه کنم خیلی رنگ مو خطبه نمیخونه، یا روش چیزی میگه من قصر میکنم نمازه، یا من نمیفهمم کجاشه، خیلی گوش میکنم اهمیت میتونم نیست. رنگ ما میخونن خطبهشون رنگ ما هست و خیلی رنگ خیلی داخلی یا روی ورق چیز میگه آدم خواهی امید در دیار نوبت و دیگرها بتیم خوبتره، به خاطر که شکایت بسیار شده است که نوبت ما نمیرسه. گام نیست مایش رحمت کن. سلامت باشه.